اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و تیک توک دیدار جدید با آقای انصاف علی هدایت، پژوهشگر و محقق در جغرافیای موسوم ایران و دنیای اسلام و عرب و همچنین مبارز از فرزندان ملت ترک آذربایجان جنوبی اشغالی امروز مهمان ما هستند. همچون دفعات قبل در رابطه با یک موضوع فوق حساس در واقع در رابطه با شرایطی که نظام نامقدس، حقیقتاً نظامی که در واقع هیچ کدام از مقدسات، حرمات الهی، انسانی و حتی قوانین در واقع طبیعی در چارچوب جهان را رعایت نکرده. امروز بحث ما در رابطه با 45 سال جنگ در منطقه، 45 سال ویرانی در منطقه، 45 سال خونه خرابی، کشور خرابی، آتش سوزی های فراوان و فتنه‌گری در دنیای اسلام، چه عرب چه غیر عرب. این بحث ما امروز با آقای انصاف علی هدایت در جریان گرفتیم و توضیحات لازم در رابطه با این مسئله را با ایشون در جریان هستند که برای ما شرح بدن آیا این نظام چرا کلیه اندیشه، فکر و روش را جهت پرورش تروریستی، پرورش فرهنگ جنگ در منطقه داره پرورش میده و در واقع فقط الان تا جایی که ما میدونیم طرف جنگ این نظام فقط کشورهای اسلامی، حالا این اسلامی چه عرب باشه چه غیر عرب. پس با هم باشیم و آقای هدایت، خوش آمدید آقای هدایت مجددا. سلام دوست عزیز، حال شما چطورید؟ خوب هستید؟ سلام عرض میکنم به بینندگان شما و امیدوارم که حال همشون خوب باشه. همچنین آقای هدایت، ما از اینجا شروع میکنیم. آقا چرا 45 سال جنگ، خرابی این نظام به پا کرده و همیشه دشمنش رو کشورهای عربی یا در جمع کشورهای اسلامی بوده؟ آیا علت خاصی هست؟ جناب ابو نظر، ایران یک کشوری است که در 1313 و پس از اشغال و کشتار چند ملت مسلمان و اشغال خاک اونها و از بین بردن حکومت‌های اونها و از بین بردن اراده این ملت‌های مسلمان به وجود اومد. یعنی ایران کشوری است که بر اساس اشغال و کشتار مسلمان‌ها، فرقی هم نمی‌کنه شیعه باشه سنی باشه، با کشتار همشون این کشور رو تأسیس کردن. قبل از اینکه رضا شاه بشه این منطقه، این ملت نبود آقا، یک کشور نبود، یک ملت نبود، ممالک محروسه بود، ملل بود، ملت بود، شعب بودن، ملت‌های عرب، ترک، ترکمن، لور، گیلک، بختیاری و زندگی میکردن. جالبه بدونید در اون مقطع تاریخی جایی به نام فارس و پارس و فارسی وجود نداشته. این که میگن یه جایی هست به نامش استان فارس، اون مقطع در دوره قاجاریه قبل از پهلوی ها استان فارسی وجود نداشت. استان فارس جزو ایالت‌های دیگر بود، ولی اینها اومدن با جعل تاریخ یه جایی ساختن و دارن میسازن. پس ایران بر اساس کشتار مسلمان ها
یه امپراتوری جدید مرکز محور، فارس محور ایجاد کردن که اون نه اسلام نه انسانیته. برای همین این حکومت رو بر اساس بر روی خون مسلمان ها بنا کردن و اینها ادعا دارن که خاورمیانه و حتی بزرگتر از خاورمیانه به اونها تعلق داره و باید بگیرن. اونها هدفشون اسلام نیست، اونها هدفشون انسانیت نیست، اونها هدفشون برپایی امپراتوری اسلامی. همونطور که این سلیمانی بود کشته شد، آمریکایی زدن داغونش کردن. اون میگفت که آقا ما در 1400 سال گذشته یک حکومت ملی ایرانی نداشتیم. ما در بله واقعا یه چیزی بود، اینها حکومت نداشتن در تاریخ و ملت هم نبودن. اینها الانش هم میخواستن، اون همون چیزه میگفت، مرده میگفت که من در چند کشور براتون چند لشکر ایجاد کردم که اگر یه روزی بخوان به ایران حمله بکنن، مرزهای ما سوریه است، لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و اینجوری فکر میکرد. حتی در آذربایجان لشکر درست کردن برای خودشون، در ترکیه میخواستن درست بکنن، در پاکستان میخواستن درست بکنن. و میبینید در این 44 سال به نام اسلام بر علیه اول فکر خمینی جزو اولین اقداماتش بود که روز قدس رو تشکیل داد و گفت اگر هر مسلمان یه سطل آب میریخت اسرائیل آب میبرد. از اون روز تا الان که راه قدس از کربلا میگذرد، استراتژی اینها اشغال سرزمین‌های مسلمانان بود و برای این بودجه های هنگفتی رو میگذاشتن، تخصیص میدادن و لشکرهایی از افغانی ها درست کردن، از پاکستانی ها درست کردن، از عراقی ها درست کردن، از سوری ها درست کردن، از لبنانی ها درست. به بهای چی آقای ابونظار؟ به بهای چی؟ به کدوم؟ به چه چیزی به دست آوردن؟ هیچی. تنها چیزی که به دست آوردن تخریب بیشتر کشورهای اسلامی بوده، کشتار مسلمان ها بوده. آقا شما میدونید با ایجاد جنگ با عراق، ببینید عراقی ها و صدام حسین، مرحوم صدام حسین، هیچ جنگی رو به ایران تحمیل نکرد. این بود که این ایرانی ها بودن که جنگ رو میخواستن انقلاب صادر بکنن، عراق رو به دست بگیرن، اومدن و جنگ رو مجبور کردن جنگ آغاز بشه. من این سخن رو الان نمیگم که در خارج از کشورم، من اینو در ایران گفتم، در ایران نوشتم، رفتم زندان. این ایران بود که جنگ رو آغاز کرد. ایران بود که جنگ رو ببینید چند میلیون عراقی و ایرانی از ایران، ملت‌هایی که در ایران زندگی کشته شدن، چقدر سرزمین ها تخریب شد، چقدر منابع به هدر رفت، چقدر زخمی شدن، چقدر پناهنده شدن آقا، چقدر بیمار شدن، چقدر این زخمی هایی که الان تو ایران، حالا من عراق نمیدونم ولی تو ایران من چون این جانباز میگن بهشون، این زخمی های جنگ رو میشناسم، واقعا در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنن، بسیار بد. آقا ایران بود که بعد این حلبچه و اینها بمب شیمیایی رو صدام حسین نزد، ایران زد، ولی ایران تونست بندازه گردن عراق. یعنی ایران فقط در پی اینه که یه جوری این امپراتوری روش برگردونه. یه امپراتوری خیالی ساسانی دارن و کوروشی دارن، میخوان اونو برگردونن. برای اینکه اونو برگردن تمام منابع مالی تمامی ملل در ایران رو که حدود 10 ملت در ایران زندگی میکنن، تمامی منابع اینها رو صرف این میکنه که فقط مسلمان ها رو تضعیف بکنه، اینها رو بترسونه و اینها رو بگه تنها حامی شما من میتونم باشم. گروه های عجیب و غریبی میگه. آقای ببینید من دیشب یه مقاله خواستم منتشر بکنم ولی این مقاله به قدری بزرگ بلند شد که حالا ادامه داره. ببینید فقط کافی شما به آمار نگاه کنید. اینا میگن زبان فارسی زبان اسلامه و زبان دوم اسلامه. ایرانی ها بیشترین نفوس جمعیتی رو دارن، یعنی آمار ایرانی ها در دنیای اسلام بیشترینه.
شما میبینید که مالزی مسلمونه و جمعیتش 4 برابر ایرانه. پاکستان مقام دوم رو داره در جهان اسلام از نظر جمعیت. جمعیت سومی که مسلمان ها دارن 200 میلیون در هندوستان زندگی میکنن و مصر جمعیتش از ایران بیشتره، ولی اینها یه جوری انگار که مثلا از دماغ فیل افتادن، یه دروغ‌هایی رو میگن و باور میکنن. همین چیز هم آقا یه کاری میکنن، مثلا هم الان در داخل هر جا بمب میذارن، آدم میکشن در داخل ایران، مسجدها رو، امامزاده ها رو، امام ها رو بمب میذارن، منفجر میکنن، بعد میگن که آقا اینو فلانی کرد. برای چی؟ برای اینکه بگن ببینید اگر همیشه هم داخل ملت ها در ایران رو میترسونن که آقا مثل سوریه میشیم ما، مثل عراق میشیم ما. ببینید اینها برای اینکه بتونن یه ترس ایجاد بکنن هم در داخل هم در جهان اسلام و بگن که برای اینکه شما از این ترس نجات بکنید لات محله مایی بیاید زیر بال ما شما رو از این حمله اسرائیل و آمریکا و اینا محافظت میکنیم. بفرمایید اگه سوالی دارید. بله، عرضم بزرگتون که موضوع خیلی وسیعه. ما در برابر تایید صحبت جناب عالی اینه که ما در طول تاریخ هرچی از کتب سماوی و در نهایت اسلام و قرآن شنیدیم که اون انبیا یا اوصیا یا حتی کتاب‌ها تورات، قرآن و انجیل همیشه در رابطه با عدالت صحبت میکنن، برای عدالت همگانی، عدم وجود فاشیسم یا تمیز بین این ملت و این ملت یا این دین یا اون دین. ولی ما عکس اون میبینیم در رابطه با سیاست کلی نظام. آیا اساسا این نظام همینطور که جناب علی صحبت کردید و الان قناعت شده بین اکثر ملل اسلامی که این نظام اصلا به فکر اینکه مسلمان یا شیعه نیست، ولی با این همه احترازاتی که ملل غیر فارس دارن انجام میدن و بازداشت ها و اعدام های زیادی انجام داده نظام، شما اگه حساب کنید در طول 45 سال یا 44 سال حدود 100 سال قبل یا 60 سال قبل از اون این نظام اعدام، زندانی و الاخری به اضافه میلیون ها آدم مهاجر از داخل جغرافیای موسوم ایران. آیا این واقعا نظام ارتباطی با عدالت یا با اسلام داره، یا همینطور که جناب علی اشاره کردید و دیگران اشاره کردن قصد اساسی اشغالگری و کشتار این ملت‌های غیر فارسه؟ ببینید این نظام هیچ ارتباط ارگانیک مستقیم و غیر مستقیم به اسلام نداره. ببینید اسلام یه قوانینی داره، خوب یا بد، ممکنه من خوشم بیاد یا بدم بیاد، این مهم نیست. مهم اینه که اینجا یه اسلامی هست. حالا تشیع یه خانشی از اسلام هست که اون هم متفاوته. در ایران تشیع ترک رو داریم، تشیع عرب ها رو داریم، تشیع فارسا رو داریم. خیلی عرب ها تشیع رو مثل فارسا نمیبینن، همونطور که ترک ها تشیع رو مثل فارسا نمیبینن، متفاوت میبینن، خیلی متفاوت. یعنی اصلا دو تا مذهب متفاوتی هستن این دوتا، این سه تا. در اینجا شیعه هم نیست. ببینید وقتی شما میگید که شیعه باید حداقل خونه، اگر اسلامی بگن هستیم و اسلام طرفدار اسلام هستیم، باید حداقل خون مسلمون ریخته نشه. یعنی خون مسلمون مباح نباید باشه. در حالی که اینها وقتی ارمنستان آذربایجان رو اشغال میکرد از شیعه حمایت نکردن، از ارمنی ها حمایت کردن. وقتی که آذربایجان میخواست خاکش رو آزاد بکنه به آذربایجان کمک نکردن. آقا 30 سال اصلا تو تاریخ جمهوری اسلامی و شاه ایران در مرز آذربایجان و ترکیه مانور نظامی برگزار نمیکرد. وقتی که آذربایجان خواست خاکش رو آزاد بکنه بلافاصله لشکرهاشو، هواپیماهاشو، تانکاشو برد اونجا که من میخوام مانور بکنم. جلوی پیشرفت، ببینید یک روز
عملیات نظامی آذربایجان به تأخیر افتاد برای اینکه خاکشو بگیره. برای چی؟ آذربایجانی اومدن یه جایی دیدن ایرانی ها هستن، راهو بستن، گفتن یا باید با ما بجنگید یا برگردید. آذربایجان که نمیخواست همزمان با ارمنی ها بجنگه هم با ایران بجنگه، که 24 ساعت مجبور شدن برن از یه راه دیگه حمله بکنن. یعنی ایران ایستاده بود جلوی اینها. بعدش که آذربایجان همه جا رو آزاد کرد، ایران از اونجا رفت، اومدن که کارخونجات مواد مخدر و تولید فلان رو اینجا دایر کرده بودن. ببینید ما با یه چنین موضوعی مواجهیم که خودش میگه آقا بمب اتم حرامه، شرعاً حرامه، ولی خودش داره بمب اتم رو میسازه. خودش میگه کشتار مسلمان ها حرامه، خودش مسلمان کشی میکنه. ببینید شما همین جریان اخیر رو نگاه بکنید که اومد علیه پاکستان، فکر کرد پاکستان هم عراق هست ضعیفه، یا فکر کرد افغانستان ضعیفه، یا فکر کرد سوریه ضعیفه، یا فکر کرد لبنان ضعیفه. اومد چیکار کرد؟ به پاکستان حمله کرد، چند تا موشک زد اونجا، چند نفر رو کشت و اسمش هم گذاشت اینا تروریستن. پاکستان چیکار کرد؟ در عرض کمتر از 44 ساعت اومد جوابشو داد. طیاره‌های پاکستان 50 کیلومتر اومدن داخل خاک ایران، نتونست نفس بکشه ایران. یه موشک، یه گلوله نتونست شلیک بکنه، چون اگر یه گلوله شلیک میکرد پاکستان اینجا رو داغون میکرد، وارد یه جنگ. دید آقا نه، پاکستان مثل افغانستان نیست، مثل اینجا نیست که من یه حرکتی بکنم اونا بترسن عقب بشینن. آقا اینها اومدن از خاک شما العرب الاحواز و خاک ما. بله بفرمایید. خواستم در رابطه با همین موضوع استفاده کنم. این ملت‌های غیر فارس، سرزمین ملت عرب، ترک، بلوچ، کرد و غیره، که همینطور که تاریخ میگه، همینطور که جناب عالی میگید، همه ملل میدونن تا 100 سال پیش دولتی به اسم ایران نبوده و این سرزمین ها مالکان اصلیشون اداره میکردن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. بله. چرا این نظام اشغالگر از سرزمین های این ملت ها این همه نیرو نظامی و غیر نظامی تروریستیش رو داره اداره میکنه، به اضافه اینکه الان از 4 گوشه این سرزمین ملل داره جنگ افروزی میکنه، موشک‌هاش، سایت‌های موشکی، سایت‌های هواپیماییش، و در جنگ اخیر یا در همین بمباران‌های اخیر آمد از سرزمین اهواز اشغالی موشک و هواپیما پرواز داد به سمت بمباران سوریه و عراق و حتی افغانستان و همچنین خاک جمهوری آذربایجان جنوبی یا ملت آذربایجان جنوبی و حتی کرمانشاه. من جهت اثبات این واقعه ویدیویی میخوام به بینندگان نشون بدم که ببینن این جنایت نظام و با اعتراف مسئولین نظامی نامقدس جمهوری اسلامی ایران که داره کشتارهای ملت ها، که فردا اگه پاکستان که همینطور که جواب داد به این نظام، خیلی از شهروندای فقیر کشته شدن، ممکنه همین اتفاق برای ملت ترک آذربایجان بیفته یا ملت اهواز یا ملت کرد در کرمانشاه. حتی این مسئله با اینکه موشک‌های 2000 کیلومتری داره، 3000 کیلومتری داره، میاد با موشک‌های برد کوچیک میاد از سرزمین‌های ملل اشغال شده استفاده میکنه. بنده اگه اجازه بدید آقای هدایت، این گزارش فرمانده هوایی سپاه از حملات ترکیبی به اربیل و سوریه و غیره صحبت میکنه. خواهشاً ببینیم. بله این کارا با موفقیت انجام شد. 4 فروند خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد این گروه تکفیری تو ادلب شلیک شد با موفقیت.
4 تا و از کرمانشاه 4 فروند و 7 فروندم از آذربایجان شرقی به هدف اون صهیونیستی، اون مقر صهیونیستی شلیک شد. و انشالله عزیزان دیگرمون هم از 9 فروندم اون گروه دوم تکفیری و داعش رو هم انشالله تا ساعت دیگه اونا مورد اصابت قرار میگیره. ضمن اینکه اصابتا هم گزارش الان بچه‌ها دوستان ما هم گزارش دادن اون خبرشو بعد انشالله ترکیبی دیگه ترکیبی. آره مبارک باشه انشالله. گفتم در جریان باشید. الحمدلله. بله رأس ساعت 12 تبریک میگم به خاطر کشتار مردم و همدیگه تبریک میگم به خاطر کشتار کودکان و همدیگه تبریک میگم به خاطر کشتن پیرمرد، خون خراب کردن، کشور سوزوندن و دشمنی را برای ملت هامون میارن. انگار که ملت ترک خودش شرکت کرده، ملت عرب خودش شرکت کرده، ملت کرد خودش شرکت کرده، ولی میبینید و میشنوید اینها در واقع دشمن اسلامن، دشمن کشورهای اسلامی هستند و طبق ادعای اونها آدمای فقیر، آدمای بدبخت در سوریه کشته شدن، در پاکستان کشته شدن، در عراق هم کشته شدن. بله آقای هدایت، این شرایط خواهشم برای بینندگان عزیز شرح بدید که چرا این نظام این کار میکنه. ببینید آقای ابونضال، ایران عرض کردم در سوال اول که بر اساس سرکوب ملت‌ها و اشغال کشورها تأسیس شد در 1313. خب یعنی حدوداً 88 سال پیش. خب یک استراتژی اینا گرفتن، یه جوری این ملت‌های داخل ایران رو در مقابل هم قرار بدن، دشمن بکنن. ببین میاد از ترک استفاده میکنه، الاهواز رو اشغال بکنه، بزنه اگه قیام بکنن، یا از لور استفاده میکنه، یا از قشقایی استفاده میکنه، یا از بلوچ استفاده میکنه، یا از ترکمن استفاده میکنه، ولی این رو میاره اونجا فرمانده. مثلا سرکوب اونجا حتما یه غیر عرب هستش، حتما. یعنی من شک ندارم که فرمانده سپاه، بسیج، اطلاعات، استاندار، فرماندار، بخشدار، مدیران کلشون عرب نیستن. برای چی؟ برای اینکه از یه جای دیگه میاره بگه آقا ما فارسا نیستیم، ما اینا دارن شما رو میزنن. بعد میاد خاک شما رو، عرب ها رو تقسیم میکنه بین ملت های دیگه و اونها رو هم بخشش رو به شما میده، برای اینکه شما یه دشمنی دائمی بین شما. ببینید در آذربایجان چیکار کرد؟ اومد خاک ما رو بین کردستان و بین گیلان و مازندران و بین همدان و لرستان تقسیم کرد و فارسا. حالا چیکار میکنه؟ از سربازان ما استفاده میکنه برای اگر اونجا باشه سرکوب، برای اینکه ما رو هم از نظر جغرافیایی جلوی هم قرار بده، ما همدیگر دشمن همدیگر بشیم. فارس فراموش میشه این وسط. اینجا فارس فراموش میشه، اینکه حکومت دست اونه. هر کس صحبت میکنه آقا خامنه‌ای ترکه، خامنه‌ای که ترک نیست. اولا، ثانیاً اگرم ترک باشه داره به ترک خیانت میکنه، داره از فارس، حاکمیت فارس رو حمایت میکنه. این فارس در است. حتی اگر 100 نسلش هم ترک باشه، این ترک نیست، برای اینکه به ترک خدمت نمیکنه، خیانت میکنه، در خدمت فارسه. ببینید آقای اینها اومدن اول به این شکل سربازهای رو یه جوری کردن که از سربازان آذربایجان برای سرکوب مثلا کردستان استفاده، از کردها سرکوب برای آذربایجان استفاده کنن، یه جوری این کرد و ترک رو به جون هم بندازن. در این حال میاد برای اینکه فارس رو دوباره تبرئه بکنه. من دیشب این مقاله رو نوشتم، حالا امروز احتمالاً که برسم منتشر میکنم. بله جناب ابونضال، اینها میان تو تیتر خبر می نویسه که از تبریز شلیک شد، از اهواز شلیک شد، برای اینکه مسئولیت این کشتار رو بندازه گردن عرب‌های اهواز، ترک‌های آذربایجان یا کردهای کرمانشاه.
تا بگه آقا ما نبودیم که اینا کردهای اونجا بودن، اینا هم ترک ها بودن، اینا هم عرب ها بودن زدن، ما نزدیم. اگرم بره سوریه میگه ببینید الاحواز العربیه، این مشترا الاحواز العربیه شلیک کرده به شما، عرب ها شلیک کردن، ما فارسی هیچ نقشی نداشتیم بهش. ببینید این یک جنایتیه که به نام ترک، به نام عرب، به نام کرد انجام میدن تا ما رو مسئول قرار بدن. آقا این بچه ها رو ما نکشتیم، اینا کشتن. حتی ببینید اگه فردا یه اتفاقی بیفته، یه دادگاه تشکیل بشه، میگن که این فرماندهان تبریز بدون اجازه ما شلیک کردن. اینا من مطمئن نمیگن، همونطور که هواپیما رو خودشون زدن در تهران، بعد دارن فرمانده بدون هماهنگی ما زده. یعنی اینها اینقدر بیشرم، بی‌حیا، بدون توجه به انسانیت، حقوق انسانی، بدون توجه به اسلام، به خدا، به اخلاق. شما فرمودید عدالت. ببینید عدالت یعنی چی؟ اولا ما در تعریف عدالت با یه مشکل مواجه هستیم. عدالت چیست؟ آیا عدالت آن چیزی است که یهودیت میگه یا اون چیزی که ملاهای یهودی میگن؟ آیا عدالت اون چیزی که مسیحیت میگه یا اون چیزی که مسیحی ها پاپا میگن، کشیشا میگن؟ آیا عدالت اون چیزی که اسلام میگه یا اون چیزی که ملای در فلان کشور یا ملای در ایران میگه؟ آقا عدالت چیه؟ عدالت عبارت باید یه تعریفی داشته باشه. این آمریکایی‌ها یه کاری اومدن انجام دادن، آقا خیلی جالبه. اومدن گفتن عدالت عبارت است از قانون به نفع مساوی در برای همه. فرقی نمی‌کنه که این رئیس جمهور باشه، فرمانده ارتش باشه، صاحب کارخونه باشه، یا آدم بدبخت سفید یا سیاه. البته سیاها اخیراً هنوزم به اون حقوق کامل نرسیدن، ولی یه سیاه باشه. یه سیاه‌پوست و پلیس گرفت در آمریکا، زد، کشت. آمریکا به ولوله افتاد، به زلزله افتاد. آقا مردم اومدن تو خیابون، سفید و سیاه، گفتن آقا قانون باید اجرا بشه. شما در ایران موشک میزنه به سوریه، یک دونه فارس پیدا بکنید بیاد بگه چرا سوریه رو زدید؟ نه باید نزدید. چرا عراق رو زدید؟ چرا پاکستان رو زدید؟ نه نمیگن. برای اینکه میگه آقا ما اصلا امپراتور محلی، ملات محلی، ما حق داریم بزنیم بکشیم. وقتی ما کشتیم هیچ کس حق نداره اعتراض بکنه، ولی اگر اونها بزنن ما رو چیز بکنن ما اعتراض میکنیم. حالا پاکستان اینجا رو زده، شروع کردن ایداد بیداد. آقا نه، قدرتمندتر از ما بوده، ما علت و بلد. آقا اینجوری نیست جناب ابونضر. اینها بر عدالت در قاموس شیعه شعوبیه فارس حاکم و اشغالگر، عدالت عبارت است از نفوذ و قدرت اون و قبول شما قدرت اون. اگه شما قدرت اون رو بپذیرید، فرمانش رو قبول بکنید، عدالت اجرا شده. اگر شما بیاید من حق دارم، انسانم، ملتم، کشور دارم، زبان دارم، منافع ملی دارم، اون وقتی که حق با شما نیست، تموم شد. در حالی که ببینید در تاریخ اسلام، ما قبل از این ویدیو آغاز بشه با هم صحبت کردیم، ببینید در تاریخ اسلام یه حاکمیت، سیستم حکومتی بوده، حاکمیتی بوده به نام خلافت اسلامی. یه مدتی دست 4 خلیفه بوده، خلفای راشدین، بعد امویه، بعد عباسیه، بعد ترک ها اومدن سر کار و دست خلافت دست عثمانی ها بوده تا این اواخر. ببینید یک کاری می‌کردن. شما هر جایی این مملکت یک نفر رو می‌کشتن، میگفتن آقا نباید کشته بشه. ببینید کل دوران عثمانی اعدامی ها اسامیشون هست، اسامی اعدامی ها هستش. آقا زیر 500 نفره در 500 سال زیر 500 نفر رو اعدام کردن به خاطر مثلا یه جرم فلان. جنگ بوده، جنگ یه چیز دیگه است. جنگ وقتی اتفاق میفته در داخل شورش میشه و اینا، جنگ اتفاق میفته، اون جنگ کشتارش که چیز دیگه است. اما وقتی شما مثلا در دوره عثمانی، مثلا میگم در اروپا، چیزی که الان بلغارستان میگیم، مجارستان میگیم، تحت اشغال حاکمیت امپراتوری و امپراتوری نگیم، خلافت اسلامی بوده.
ببینید شما این همه اونجا اختلاف چیز داشتن، نیروهای مسلح داشتن و فلان، ببینید که چند نفر رو بردن محاکمه کردن، گفتن آقا شما به جرم این که می‌خواستید جغرافیای اسلام رو تجزیه بکنید ما اعدامتون. خیلی سخته، خیلی سخته. چی آقا؟ باید قانون باشه، عدالت. جناب ابونظام، عدالت عبارت است از اجرای دقیق قانون در مورد همه، نه اینکه اون روز یه نفر رو، من اینو در یه جایی عرض کردم برای شما بگم براتون شاید خیلی جالب باشه. در شمال ایران، در مازندران، در گیلان، یه نفر داشته رد می‌شده، دیده از باغ پرتقالا زدن بیرون، هوس کرده رفته 7 تا پرتقال چیده. 7 تا آقای، حالا فکر بکنید پول نداشته یا پول داشته و هر دلیل 7 تا اصلا رفته دزدی. آقا 7 تا پرتقال دزدیده. 7 تا. با صاحب باغ پرتقال یا آدم با نفوذی بوده، پا شده رفته، یا بی‌نفوذ بوده، پا شده رفته دادگاه شکایت کرده، گفته آقا این آدم اومده از باغ من 7 تا پرتقال دزدیده. آدم رو خواستن دادگاه، رفته گفتن دزدی کردی، گفته نه آقا من 7 تا چیدم، پولش هم هر چقدر 10 برابرشو میدم. گفتن نه، شما هم باید پولشو بدید، هم باید 7 سال یا 2 سال، الان یادم نیست چون خبر حدود 2-3 ماهه که اومده، یادم نیست واقعا. حداقل مثلا فکر کنید 1 سال بری زندان، پولشو بدی و پرتقالا رو هم پس بدی. حالا من نمیدونم این آدم پرتقالا رو خورده، مثلا زنش حامله بوده یا بچه‌ش کنارش بوده، باغبونم نتونسته پیدا بکنه، رفته چیده. حالا تو ترکیه همین اتفاق افتاده، یه آدمی رفته زنش حامله بوده، از کنار باغ رد می‌شدن، دیده که پرتقال زده بیرون، رفته یه گوتی چیده، یه نامه نوشته گذاشته اونجا، یه 200 لیر هم چیزی مثلا 50 لیر هم گذاشته زیر تو این پاکت، کالای کاغذ گذاشته زیر سنگ، نوشته من تلفنم اینه، آدرسم اینه، محل خونه‌م اینه، آقا اگه کم بود زنگ بزنید میدم، اگه زیاد بود حلالتون، ولی ما چیدیم، خانم حامله بود. صاحب باغ میاد این کاغذ رو پیدا میکنه، میره دوباره خودش چند جعبه میبره در خونه این آدم تو استانبول، 400-500 کیلومتر رانندگی میکنه، 600 کیلومتر، این پرتقال رو دوباره میبره دم خونه و این بی خبر تبدیل میشه. در ایران به خاطر 7 عدد پرتقال یه نفر رو 2 سال میبرن زندان، ولی 3 میلیارد دلار، 20 تن طلا، چند هزار میلیارد اختلاس میکنن، میخورن. آقا شرکت تأسیس میکنه، شرکت نمیدونم چیه اسمش، امام صادق، امام نمیدونم باقر، امام فلان، یه اسمی براش کوثر و نمیدونم فلان و یا اسمای مقدسی میذارن، مردم پولشون رو میبرن اونجا میذارن و اینا همشون بالا میکشن، اعلام ورشکستگی میکنن. این ملت یه نفر نیست اینا رو محاکمه بکنه. برای چی؟ برای اینکه در رأس اینها پاسداران، اطلاعاتی ها و فارسا قرار دارن. دست دولت تو کاره. آقا عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی این که باید این پول رو از اونهایی که تبدیلش کردن به خونه، سرمایه بردن به ارز تبدیل کردن، بردن کانادا و انگلستان و فرانسه و آلمان و آمریکا ملک کردن، یا بردن تو آسیای جنوب شرقی اونجا ملک خریدن، باید از اینها بگیرن، پول مردم رو با سودش تحویلش بدن. من بر مبنای صحبت جناب علی برای بینندگان اضافه کنم که همه میدونن، خاصتا بچهای اهواز و ملل، جریان انتفاضه خشکسالی و تغییر استاندار به قول خودشون یا حاکم نظامی شریعتی که سال 2021 اتفاق افتاد، عرضم به حضورتون، و قبل از اون حاکم نظامی به اسم شریعتی بود، همون استاندار. این قبل از اون خانمش رفته در رابطه با فروش شرکت قند و شکر هفت تپه نزدیکای تستار یا همون شوشتر، اینو به یک سرمایه‌دار واسطه شده، فروخته به $250,000.
سندش هم هست. بعد خود استاندار شریعتی مبلغ 60 میلیون دلار سازمان‌های بین الملل دادن جهت لایروبی نهر کارون در وسط شهر و اصلاح و تعمیر نهرهای ایگو یا همون فاضلاب که متاسفانه یه تومانی یا یک اندازه یک بیل نه از نهر کارون نه در خیابان نهرهای فاضلاب در خیابانها اصلاح نشده و همه 60 میلیون دلار رو که بین المللی بوده اومده تو حساب استانداری بالا کشیده. دیداراش هم هست، صحبتش هم هست، فشارهای زیادی اومد که حتی از خود بقیه نماینده ها، یه نماینده استان سمنان یا شهرستان سمنان اومد اهواز و دیداری داشت در حضور ادارات اهواز اشغالی و به استاندار مستقیم گفت که شما به عنوان استاندار اینجا باید اجازه ندهید این همه ثروت داره از اهواز کشیده میشه و میره مرکز و این ملت یا این مردم بدون نونن، بدون آبن. خب در نتیجه چی شد آقای هدایت؟ این استاندار عوض کردن ولی بردن مسئول استاندارد ملی کردن، به قول معروف از استانداری عوض کردن، بلند کردن، بردن تهران، اونو به عنوان مسئول اداره استاندارد یعنی تولیدات داخلی ماشین و الی آخره این مسئولشه. یعنی هر که بیشتر بدزده بیشتر مورد احترام جایزه میگیره. آقای ابونزل، این یه قاعده است. اگر شما بتونید، حالا من امروز تو این مقاله یه چیز جالبی رو نوشتم به نظر خودم، گفتم که ملت ایران دو دستن. یه عده دزدی میکنن، در دولت هستن، در ادارات هستن، در سیستم هستن، اینا میگن آقا حق ماست، ما این حقمونه. یه عده نمیتونن دزدی بکنن ولی دزدی رو حق خودشون میدونن. یعنی اونایی که دزدی نمیکنن نه اینکه نمیخوان دزدی بکنن یا دستشون نمیرسه یا میترسن یا اینکه پارت و پل اون رابطه رو ندارن دزدی بکنن، وگرنه اینا هم دزدایی بهتر از اونا میشن. ملت ملت متاسفانه استثناها خیلی کم هست، نمیگم استثنا نیست، استثناها آدم‌های درستی باشن که واقعا سر کار باشه، دستش هم برسه ولی دزدی نکنه، هست، نیست نمیگم، نه هست، ولی تعدادشون نسبت به دزدها که میلیون‌ها هستن خیلی کمه. متاسفانه ما در یک چنین کشوری زندگی میکنیم، در نتیجه این آدمی که کم هفت تا پرتقال رو دزدیده، آقا چی داره که بده به رئیس قوه قضاییه، چی داره که بده به رهبر، چی داره که بده به این یکی، چی داره به نماینده، چی داره؟ یعنی 200 تا نماینده رو باید 300 تا نماینده رو باید سیر بکنه، این همه استاندار رو، فرماندار و بخشدار و مدیران کل و اداره اطلاعات و پلیس و اینها رو سیر بکنه. ولی کسی که زیاد چند هزار میلیارد تومان دزدی میکنه، برای هر کدوم اینها ببینید اگر فقط $1,000 $1,000 میلیاردشو بین اینها هر کدوم توزیع بکنه، گلوی تمامی نماینده ها 300 نفر رو میبنده، استاندارها که 30 تا 33 تا 34 تا اینا رو میبنده، فرماندها رو میبنده، بعد رهبر رو میبنده، نظامی ها رو میبنده. آقا هم گلوی همه رو با 1,000 میلیارد میبنده، هر کدوم 1 میلیارد بده. بعد اون وقت میاد نوبت مثلا خودش میشه. یعنی کی اینو میخواد دستگیر بکنه؟ حالا همه رو گلوی همه رو پر کرده، جیب همه رو پر کرده، گفت آقا این سهم شما، این سهم. حالا همه در دزدی سهیمن، چون همه سهیمن هیچ کس رو نمیتونن بگیرن، هیچ کس. و اگرم دیدن که نه کار به اینجا میرسه که باید گرفت، میگن آقا فرار کن. خودشون پاسپورت میدن، خودشون بلیتش میخرن، خودشون میارن فرودگاه بدون بازرسی، طلا و $10 رو میزنن هواپیما، میگن آقا برو. ولی اگر یکی کم بدزده
یه ماشین دزدیده، یه دزد بدبخت اومده از فرط بیکاری و فلان اومده رفته آقا من تو تبریز کار خبرگری انجام میدادم، یادم یه روز یه بدبختی با کلنگ رفته در مدرسه درشو شکونده، تعطیلات تابستون بوده، رفته اتاق مدیر رو شکونده، رفته میز رو شکونده، از اونجا مثلا یه 200 تومن پول گرفت. آقا این دزد نیست، این دزد نیست آقای واقعا یه بدبختیه، این یک نیازه، این آدم نمیتونه کلیه‌ش هم بفروشه. آقا من یعنی چاره‌ای برای خیلی از این دزدها نمونده. این دزدهای کوچولو اینا دزد نیستن، اینا مجبورن میخوان زنده بمونن. واقعا ما اینا میخوان زنده بمونن. زیاد داشتیم آقای هدایت در رابطه با این موضوع. زندان که بودیم، بند سیاسی بودیم، هم در الاهواز هم در دامغان وقتی تبعید بودیم، خیلی از این نمونه ها میارن که واقعا من شاهد بودم. یه زندانی بود، یه جوانی بود، شما اینطور حساب کنید رفته یه چیزای ناقابل برده فروخته برای مادرش، ظاهرا بیمارستان بوده یا جایی احتیاج داشتن، بعد آوردن زندان 1 سال تو زندان بود. خانوادهش 20,000 تومان جریمه برای اون دزد، ردمال بهش میگن، یه قانونی هست یا ماده هست که ردمال 20,000 تومان. این جریان صحبت 2015 بود، حالا شمسیش نمیدونم چقدر میشه، فکر کنم 94 بود، چقدر بهش میگن نمیدونم فارسی. عرضم به حضورت 20,000 تومان خانوادهش ردمال میدن که آزادش کنن، خانوادهش ندارن. مدیر داخل زندان اون زمان اسمش سیادت بود، آمد فرستاد دنبالم، گفت ابو نضال این بدبخته. گفتم خب این یعنی صحبتش، گفتم واقعا این قاضی که این بهش حکم داده، این میتونست از حقوق خود قاضی بده اینو آزاد کنه. متاسفانه آقای هدایت این نظام در واقع اصلا ملت ها را داره به جایی میکشونه که در واقع همینطور که جناب عالی اشاره کردید، اکثر جوان ها را به مواد کشی و خلافکاری داره رواج میده که از هدف اصلی این ملت ها خودشون دور بشن. واقعا شما نگاه کنید در زندان هایی که من بودم، تعداد نفرات جرایم عامه، سرقت و حوادث دیگه، در واقع آمار خیلی بالاست، ولی وقتی پشتیبانی این شخص رو میبینی یا این شخص گذشتهش رو بخونی، میبینی این آدم شاید از بنده یا از اون یکی یا از این یکی خیلی با اهمیت تره، با سواد تره، ولی شرایطی که اینا درست کردن اکثر جوانها رو به این راه سوق دادن. یا آقای ابونضر، سوال اینجا این هست، چرا رژیم این کارو میکنه؟ یعنی چرا این همه نفت الاهواز، این همه گاز الاهواز، این همه معادن در این کشور وجود داره، ولی مردم در این فقر و فلاکت و بیکاری موندن که دزدی میکنن؟ ببینید این مردم، ببینید حالا مثلا 2 تاست، یه وقت ما با دولت طرفیم، یه وقت با ملت. آقا ملت هم مریضه. یعنی ببینید برای 7 تا پرتقال شما میری شکایت میکنی که اون بره زندان 2 سال، و اون قاضی هم مریضه، اون قانون هم مریضه. آقا تو برای 7 تا پرتقال 2 سال زندان؟ بله آقا. یعنی حالا نگاه کنید آقای ابونضر، بپرسیم که چرا حکومت این کارو میکنه؟ یعنی پشت این قضیه که این همه گرانی، این همه بیکاری، این همه دزدی، جوان‌ها مجبور خودکشی میشن، خودفروشی میشن و اندام‌های بدنشون میفروشن، پشت این قضیه چی هست؟ فکر میکنید چی هست؟
اکیداً نظام آقای، اکیداً یه برنامه سیاسی. نه نظام که هست، ولی هدفش چیه؟ ببینید هدفش چی هست؟ هدفش چرا افغانستانی ها یا پاکستانی ها میان برای $100 در ماه میرن عضو سپاه فاطمیون میشن، یا اون یکی سپاه میرن بمب خودشون میبندن آدم میکنه؟ فکر کنید چراش اینه وقتی آدم فقیر باشه برای سیر کردن شکم زن و بچه دست به هر کاری میزنه، هر کار براش مباهه. آقا قانون اسلام این هست اگر یکی، این در اسلام اجرا نمیشه ولی در کشورهای، در آلمان شنیدم این اجرا میشه، در کانادا هم گاهی این اجرا میشه، اگر شما بچه‌تون بره تو یه مغازه‌ای برداره یه چیزی رو بخوره، اینو شکایت نمیکنن، برای اینکه میگن این گشنه هست، این اینجا هست، شاید توان مالیشو نداره، این حقشو بخوره. شنیدم تو آلمان اگه یک آدم بزرگ بره یه فروشگاه یه چیزی رو برداره بخوره و بگه من پول ندارم، نمیبرنش، شکایت نمیکنن، برای اینکه میگن آقا این گرسنه بود، گرسنه حقش سیر بشه. ولی در ایران، ما در ایران این حق رو به رسمیت نشناختیم که انسان اولین حقش کار، دومین حقش سیر بودن، سومین حقش خونه داشتن، چهارمین حقش امنیتشه، بعد حقوق دیگه میاد. اول حقوق میاد که زنده بمونه. آقا این نیست. حالا ایران چرا این کارو کرده؟ ایران میخواد آقا این انسان ها اونقدر محتاج بشن، اونقدر جدا بشن، اونقدر گدا صفت بشن، برای چند میلیون برن در راه کشته بشن. اگه قراره جنگ بکنه با دنیا، بگه آقا مثلا من شنیدید دیگه برای چیز گفتن آقا بیاید ثبت نام بکنید برید فلسطین، غزه، خودشون نخواستن برن، گفتن بیای آقا این همه پاسدار داری، بسیجی داری، اطلاعاتی داری، چرا نمیفرستی؟ نه مردم یا ثبت نام بکنن، برای اینکه اون میخواد این آدم اونقدر فقیر بمونه بگه آها حالا یه فرصت ایجاد شد میخوان با پاکستان جمع بکنن، این سپاه میخواد استخدام بکنه، ماهی 5 میلیون 6 میلیون بده، 6 میلیونش میشه مثلا چقدر میشه؟ $100 $110 $110 میخواد $110 بده تو بری خودتو بکشی. آقا هدف پرورش تروریسته. ایران میخواد همه بچه ها رو، بزرگترها رو تبدیل بکنه به تروریست. واقعا هدفش اینه. واقعا ما شاهد بودیم سالهای 60 آقای هدایت، زمانی که جنگ بود در منطقه ما، یه جوان یادش بخیر برای دانشگاه ثبت نام کرد و قبول شد، کنکور هم داد و قبول شد که بره دانشگاه. یه دفعه اومد پشیمون شد. چرا؟ گفت آقا من 2 خواهر دارم، 2 برادر دارم، مادرم هم اینطوری وضعیتش، من میخوام برم دانشگاه، به اضافه خرج دانشگاه من اینا رو که میخواد نون بده، پدرش هم فوت کرده. آقا زمانی که جنگ بود رفت، همون که جناب عالی اشاره کردید، رفت بسیجی ثبت کرد که بره جبهه. در اون زمان یادم سال 61 حقوق 2000 تومان بود. 2000 تومان بود، بله. حقوق بسیجی 2000 تومان بود که بره تو جبهه، معلوم نیست کشته بشه چه بشه، به خاطر اینکه حقوق بگیره، به مادر و دختر خواهراش و برادراش نون بده. این نظام واقعا، و این البته من تو کلام جناب علی اشاره میکنم، این یکی از مهمترین روش‌های کشورهای اشغالگره که ملت‌ها را زیر فقر، بدبختی بگذارونه، که همیشه همینطور که جناب علی اشاره کردید این مردم محتاج اشغالگر باشن. براش سرباز. آقای ابونضال، در تایید فرمایش شما، ببینید انگلیسی‌ها وقتی رفتن هندوستان، طبق گفته خودشون هندوستان ثروتمندترین کشور دنیا بوده و افرادی که در هندوستان زندگی میکردن همشون خیلی مرفه بودن، خیلی. وقتی که انگلیسی‌ها اونقدر اینجا رو، ما تو ترکی میگیم که دو، یعنی استثمار. آقا عربی خیلی معنی خوبی داره، نه استثمار نیست،
این یه چیزیه مثل زالو که خونه شما رو میبکه. بهش چی میگید؟ اینها نمیدونم عربیش چیه، من فارسی معادل نداره. اینها به قدری این ملت رو مکیدن میمکن. نه مکیدن نیست، مکش نیست، این زالو صفت خوردنه. اینو میخوره. اموال اینها رو به قدری بالا کشیدن که هندوستان الان نزدیک بیش از 50 سال مستقل شده، استقلال گرفته، ولی همین الانش هم فقیرترین مردمان ملل روی کره زمین هندوستانه. برای اینکه هندوستان، ببخشید، انگلستان نیاز به سرباز داشت. هندی ها نمی رفتن سرباز هندوستان انگلیسی ها بشن، باید به قدری اینها رو فقیر و درمانده و چیز میکرد که اینها برای گدایی بگن آقا گدایی نمی کنیم، تو منو ببر سربازی، برای در ماه به من $1 بده. من شنیدم همین الان، من پسرم یه مدتی اینجا کارهای حقوق بشری انجام میداد، یه کارهای سیاسی اینجوری، میگفت بابا در بنگلادش بچه ها رو میذارن کارخونه، روزی 12 ساعت کار میکشن از کار بچه و $1 حقوق میدن. $1. آقا باید مستعمره رو، ایران چرا الاهواز رو فقیر کرده؟ من سال 64 رفتم الاهواز، 65 64 رفتم الاهواز، یه کار تحقیقاتی انجام دادم، در روزنامه سلام چاپ شد، خیلی صدا کرد، ماها طول کشید، ماها. وقتی من اونجا رفتم، عرب‌ها گفتن آقا ما نون نداریم بخوریم، ما کار نداریم بکنیم، ما تو این سرزمین هیچی نداریم. من در مورد نهبندان یه گزارش نوشتم، آقا مردم نمیتونستن خونه بسازن برن چون که وسیله نداشتن، میرفتن زمین رو میکندن داخلش زندگی میکردن. ببینید به قدر این فقر رو باید در دیدگاه پانفارسیست و اسلام، اولش گفتن که ملاهای اینا باید بگن عدالت چیه. ببینید باید ملاهای اینها از نگاه اینها عدالت باید جوری باشه شما به نقطه‌ای برسید که بگید آقا منو بفرست بمیرم ولی یه پولی بده بچم زنده بمونه. استعمار اینه، استعمار کارش اینه. بله، ما البته در رابطه با همین موضوع های هدایت حقیقتا نمونه های زیادی داریم در الاهواز و متاسفانه به نتیجه میگیریم که این نظام در واقع دشمنی با اسلام و کشورهای اسلامی در واقع ما در رساله سماوی یا آسمانی همون مسئله تمییز، مسئله که گفته لا فرق بین عربی و عجمی الا بالتقوى، یعنی نه فرقی بین اون همه باید عدالت اجرا بشه، قانون اجرا بشه. و بدبختی ما سر منبرها خیلی از این آخونده شنیدیم که میگن خلیفه علی یا امام علی زمانی که خلیفه بود نمیخوابید اگه بدون یک فقیر یا یکی بدون شام خوابیده یا بدون غذا خوابیده یا مریض خوابیده. ولی در عکس این نظام نه از اسلامی چیزی داره به عمل میاره نه از انسانیت و دشمنیش در واقع با اسلام و فرهنگ اسلام. آقای هدایت، دقایق اخیر ما داریم با این دیدار گرانبها، اگه پیغامی یا توضیحی کلی دارید در خدمتتون هستیم، بفرمایید. ببینید جناب آقای ابونضال، یه اتفاقی افتاد. شیعه فارس بسیار دروغگوه. شیعه فارس یعنی چیزی که اینا درست کردن، یعنی مولایی که فارسه، و حالا اینو یه بحث دیگه یه روزی انجام میدیم. ببینید حضرت علی اگر شب میخواست برای 40 تا خانه همسایش غذا ببره باید این همه پول داشت که این غذا رو تهیه میکرد. حداقل باید 40 تا گوسفند داشت که این شیر 40 تا گوسفند رو به 40 تا خانواده بده. و برای دوشیدن این باید وقت داشت، برای بردن این باید ظرف داشت. آقا دروغ ها رو یه جوری گفتن که الان هم خودشون موندن، برای همین اجرا نمی‌کنن، چون یه چیزی ساختن که نمیدونن چه جوری میشه. وقتی هم خودشون رفتن سر کار دیدن که آقا علی هم بود دزدی میکرد. نه آقا اینجوری نیست. ما در اسلام خیلی داشتیم. جالب، پادشاهان چیز رو وقتی
این عثمانی رو انگلیسی ها میخوان تبعید بکنن از ترکیه امروزی، قبلا عثمانی بوده، میخوان تبعید بکنن، هیچ کدوم اینها زنها و دخترها یک ریال همراه خودشون نمیتونن ببرن. یک مان پول اون زمان هرچی بوده نمیتونن، با کروش بوده هرچی بوده نمیتونن با خودشون نمیبرن. جالبه میرن در اروپا در کارخونه ها کار میکنن. زن شاه در کارخونه کار میکرده آقای، و شاه بدهکار بوده. شاهی که تبعید شده بوده بچه هاش بدهکار بودن، جسدشو نمیذارن دفن بکنن، میگن که آقا بیایید پولشو بدید بعد دفن بکنید. ولی وقتی رضا شاه از ایران فرار میکنه با کیف ها فرار میکنه و انگلیسی ازش میگیرن. وقتی محمد رضا میره، حالا پسرش ادعا میکنه که 60 میلیون دلار پول آورده، ولی نمیگه که کارخونه ام جی چی، جنرال موتورز چی، کارخونه فلان چی، کارخونه بهمان چی که شاه شریک شده بود. اینها رو هم ببینید، ایرانی ها دزد بودن برای اینکه فقیر بودن. وقتی هم فقیر برسه سر کار دزدی میکنه. آقا ملا فقیر بود، تو فقر بزرگ شد، وقتی رسید اونجا دزدی کرد. وقتی هم دستش رسید گلوله دستش رسید تفنگ دست گفت آقا سوری رو بکشید. ببینید تا الان یه دونه چیز نکشتن، آمریکایی و یه دونه اروپایی و یه دونه اسرائیلی نکشتن. هر چی کشتن همش جزء ملت عرب و اسلام و ترک و مسلمون و اینها بوده. مسلمون رو کشتن. اینها فلسفه سیاسی کشتار مسلمون هاست برای اینکه ناامنی ایجاد بکنن و اونها بگن که آقا بیایید با ما باشید، ما میتونیم از شما حمایت بکنیم. این یه فلسفه اینجوری دارن. به هر حال بسیار متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. از شنوندگان و بینندگان هم تشکر میکنم که تا الان پای این مصاحبه نشستن. دستتون درد نکنن. بنده از جناب علی تشکر میکنم که وقت گرانبهایتون رو به خاطر حقیقتا روشنگرایی مردم بفهمن از نزدیک با یک صحبت شخصیتی که تجربه مستقیم داره و لمس کرده در واقع، چون از ملتی بزرگ شده مستعمره برخواستن که این جور این نظام رو دوش همه است، حس کرده، لمس کرده. نه از خانواده سلطنت طلب، نه از خانواده آخونده، نه از خانواده مترفه به قول عام است، نه از ملتی بزرگ شده که واقعا داره همین جوری که ملت اهواز، ملت بلوچ، ملت کرد، ملت ترکمن، ملت قشقایی و الی آخره، جور این نظام و جور امپراتوری دروغین که خودشون ساختن لمس کرده، حس کرده، به خود ایشون هم ظلم کرده. ایشون هم که یک زندانی سیاسی سابق بوده و خوشبختی برای ماست حقیقتا که ما فرصت را غنیمت شمردیم با ایشون بحثی داشته باشیم. آقای هدایت خیلی تشکر. تا دیدار من هم از شما متشکرم. روزتون بخیر. همچنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکرا لكم جمیعا. آقا بسیار ممنون، روز خوبی داشته باشید. همچنین آقای هدایت. من نوامم از خواب بیدار شد اومد اینجا. سلام اغلوم.